سلام دوستای گلم، حال احوالتون چطوره؟ ممنونم از استقبال بی‌نظیر شما از ساخت این مستند. ممنونم که با پیام‌های شما به من انگیزه میدین تا با کمک آقای نادریان بتونیم مستند خوب بسازیم. خیلی ممنون از شما. امروز شما رو آوردم توی باغی که یک گیاهی که همه‌تون میشناسینش، خیلی هم ازش استفاده میکنین، اما در مواقع ضروری یادتون میره که این یک گیاه داروییه، نه یه سبزی فقط. نگاه کنین، اسم این گیاه زیبا نعناست. همتون نعنا رو میشناسین و میدونین که نعنا دوست گوارشه. برای معده و روده از قدیم الایام ازش استفاده میکردن. حالا من بهتون میگم به خاطر یه ماده‌ای هست به نام منتول. این ماده منتول خیلی ضد میکروب و ضد باکتریه که میتونه قشنگ معده و روده شما رو پاکسازی بکنه. منتول خودش ضد باکتریه و بسیار مقوی هستش. اگر نگاه کنین اومدن شرکت‌های داروسازی از نعنا و ترکیبات گیاهای دیگه با همدیگه مخلوطی استفاده کردن و ترکیبات جادویی برای گوارش، برای درد دندان، برای انواع میگرن‌ها استفاده کردن و ساخته شده. پس بدونین که نعنا خودش به تنهایی کلی خاصیت داره. به غیر از اینکه دوست گوارش شماست و من به همه توصیه میکنم که از نعنا استفاده بکنن، هم به عنوان سبزی، هم به عنوان خشک در غذا، هم توی غذاهایی که استفاده میکنین به عنوان سبزی معطر استفاده میکنین، هم جویدنش مثل ریحان خاصیت این داره که دهن شما رو خوشبو میکنه. نعناها انواع مختلفی دارن، اما نعنایی که ما در سبزی میخوریم دوستان معروف به نعنا محلی. خب این نعنا گلو رو خنک میکنه، آرام بخشه، حس خوش و خنک کننده به گلو میده، ولی تون نیست. اما نعنا فلفلی که در اصل نعنا نیست، ترکیب دو گیاه با هم دیگه هستش و این رو پیوند دادن و نعنای فلفلی درست شده یا نعنای سوسنبری بهش میگن. این نعنای تندی هستش و بیشتر برای شربت و اینا ازش استفاده میکنن. آیا ممنوعیت داریم برای نعنا خودش محلی؟ نه. خب از کوچیک تا بزرگ میتونن استفادهش کنن، اما دوستان نعنا فلفلی نه، چون برای بچهای زیر 2 سال اذیتشون میکنه، برای خانمهای باردار اذیتشون میکنه، برای کسایی که مشکلات تنفسی دارن اذیتشون میکنه. پس یادتون باشه که نعنایی که من دارم صحبت میکنم نعنایی که شما دارین تو سبزی ازش استفاده میکنین، همین نعنا. ما نعنای کوهی هم داریم که بسیار ترکیبی مثل پونه و نعنا معروف به نعنا کوهی و در یه منطقه دیگه حالا اسمای دیگه مختلف براش میذارن. مطمئناً هر گیاهی که به صورت وحشی باشه و در مراتع باشه خاصیتش از اون اهلیه که کشت شده بیشتره. دوستان برگ‌های نعنا سبز رنگ و کشیده هستن. خیلی از گیاهایی هستن که مشابه نعنا هستن و با اسمای دیگه، اما اونها هم از خانواده نعناییانن. خب خانواده نعناییان کلاً به طور کلی خانواده نعناییان همیشه برای آرامش اعصاب و برای گوارش شما مؤثر هستن. پس اینو من به طور کلی گفتم، برای نعنا، برای ریحان، برای ملیس، برای آویشن، برای اونهایی که در خانواده نعناییان قرار میگیره. نعنای زیبا رو بکنید آرام و برگاش رو خشک بکنید. نعنا رو شما میتونید خشک بکنید، به غیر از اینکه فقط بیاره پیاز داغ و نعنا داغ آشتون استفاده میکنید، میتونید به عنوان دمنوش ازش استفاده کنید. من به کسایی که معمولا قهوه براشون مضر هست، طبیعت خودشون سرده و نباید قهوه زیاد بخورن اما میخوان شب بیدار باشن، نعنا رو پیشنهاد میکنم. چای نعنا دم بکنید و ببینید چقدر حالتون رو خوب میکنه. نعنا رو میتونید با بارهنگ هم استفاده بکنید. میتونید که از عرق نعنا و بارهنگ و گلاب استفاده کنین که در اصل مواظبت از گوارش شماست. خب اگر کسی بیماری داره که مربوط به گوارششه، از رفلاکس، گاستریت و سوء جهاز هاضمه، خب روده تحریک پذیر، انسداد روده و خب اول اگه بیاد از نعنا استفاده کنه اشتباهه. اینو خیلی ها میگن من نعنا و بارهنگ خوردم اثر نداشت. دوستان اول باید درمانش بکنین و بعدش از عرق نعنا و بارهنگ به عنوان مواظبت از معده استفاده بکنید. یکی دیگه از خاصیت‌های نعنا ضد سردرد و میگرن هستش. افرادی که سردرد و میگرن دارن بسیار مفیده. افرادی که سینوزیت دارن براشون خوبه. دیدین الان یه قطره‌ای هست توی داروخونه برای بچه‌ها و نوزادانی که به دنیا میان و بینیاشون کپ میشه یا بیخوابی دارن، دکتر بهشون میده، میگه رو بالششون چند قطره بزنین. منتول از نعناه.
اکثر ویکس هایی که شما الان ویکس های دستساز البته منظورمه دوستان من دارن همکارای من دارن میسازن، مطمئن باشین از عصاره نعنا هم توش استفاده کردن و این منتول داره. عصاره‌ای که برای دندان درد ازش استفاده میکنه منتول از نعنا هم استفاده کرده. پس به به چه گیاه همه کاره. چرا که ما میدونیم که خانه بیماری ها معده و روده است. پس اگر من معده رودم خوب کنم همه جا خوبه. پس نعنا اینقدر شفا بخشه که اگر در وعده غذای خودتون در سفره غذای خودتون قرار بدید. ببینید طبیعت زیبای خدا را. خدایا شکرت به خاطر این همه شفایی که به ما دادی. ممنونم. نعنا عرقش هم میگیریم. خب عرق نعنا خیلی عرق خوبیه، اما دوستان یادمون باشه که تقلبی هم زیاد هستش، نه خود نعناها، عرقاش. اینکه بعضیا متاسفانه اسانس عرق رو اسانس میگیرن و در آب میریزن و به اسم عرق نعنا تحویل شما میدن. پس حتما اگر میخواید از عرقیات استفاده بکنید یا از دمنوش‌ها از جای مطمئن تهیه بکنید، زیر نظر کارشناس و متخصص برای دیگران تجویز بکنید. خیلی ها از من میپرسن میشه من به بچم عرق نعنا بدم؟ آخه زیر 2 ساله. بله، به شرط مقدار کم، دوز کم میتونیم ازش استفاده بکنیم. به 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 به. خیلی دوست داشتم که در مورد یکی دیگه از خانواده نعناییان برام پونه صحبت بکنم. خب خودم ندیدم اما ایشون زحمت کشیدن برام آوردن. این پونه است. اول یه فرقی براتون بگم بعد میخوام با آقا صحبت کنم. ببینید نعنا سبز رنگ تره، پونه نقره‌ای تره. سبزیش به سمت نقره‌ای میره، خب، یا حالا به سمت سفیدی تر میره. بله. و اینکه پونه خاصیت ضد نفت بودنش خیلی بیشتر از نعناست. بادشکنه. پونه بادشکنه. ببینید آقا خوب هستین؟ خودتون معرفی بفرمایید لطفا. ما ناصر نوروزی کشاورز هستین؟ همینجا کشاورز. خب برای من براتون یه پونه قشنگ آوردین. چقدر در موردش میدونین؟ چی میکارین اینجا؟ چیکار میکنین؟ برای دوغ میذارن، ماست تو قاطی میکنه، خشک میکنه میذارن. آفرین. آره دوستان، یکی از اولا طبیعت هر دو گرمه، واقعا درست میگن. و اینکه در افرادی که چیزهای سردی زیاد میخورن، دوغ و ماست و اینا اذیت میکنن، میتونن از پونه خشک توش استفاده بکنن. و برای گوارش ها؟ برای معده گوارش گرمه پونه. آها. خیلی خوبه. از نعنا چی میدونی؟ نعنا همینطور از خانواده پونه. در از پونه از خانواده نعنا. رئیسشون اینه. همشون یه خانواده، ولی نعنا خوب. این مخصوصا این چیز برای دوغ بیشتر مصرف میکنه. این نوع، این گونه. اون برای با خوراک سفره با غذا سبزی میخورن. درسته. دوستان پونه هم مثل نعنا دو جوره. خب پونه‌ای که وحشی هستن برگ‌هاشون نقره‌ای تر هستش، آبی تر هستش و پرز یکم داره و نعناهایی که کشت میشه معمولا صافتر هستن. کلا گیاهانی که اهلی میشن پرزشون کمتر میشه. خب فرمودن که نعنا برای گوارش خوبه. یکی از چیزایی که از قدیم ازش استفاده میکنن برای افرادی که اسهال شدید میافتن، میان میگن با یه لقمه پونه اونو بخور. همینجوری که آقا گفتن که برای دل درد استفاده. میدونین پونه رو اگه با دوغ قاطی میکنین کسی که سر درد داره اونم خوب میشه. بله. آره. خاصیتش خداوند خیلی خاصیتش داره. چه احساسی داری تو طبیعت داری کار میکنی؟ شغل تو طبیعته. علاقه داری. بهتره برای روی اخلاقتون تاثیر داشته، رو رفتارتون؟ بله. میشه بهم بگین؟ آقا هر شغلی که بخیم ما بریم دریا نوردی اما بسیار رفتیم، ولی بیشتر همینجور راحت‌ترم، بهتره، اعصابم راحت‌تر. درسته. نگاه کنین خیلی از هم دارم، گوسفند داریم دیگه، زراعت میکنیم، چی میکنیم. درسته. ببین خیلی از دوستان هستن با طبیعت قهرن. خب دیدی همیشه تو خونن، نمیرن بیرون، همش دارن یه مشت قرص میخورن، دوای شیمیایی میخورن و حاضر نیستن این داروهای زیبا رو تو طبیعت ببینن. مستند ما در مورد آوای التیام از دل طبیعته. اینکه این طبیعت خودش منو شفا میده. حالا فرمودین که اینجا گیاهای مختلفی کشت میکنی. الان چه چیزایی اینجا کشت میکنی؟ ما الان پرپین کاشته بودیم، پرپینمون خب بازارش خراب شد. خب پرپین همون خرفه است. خرفه بله. نعنا ریحونم اونجا اونا گذاشته دون کرده نبردنش. سبزی خیلی داریم، کرات داریم، جعفری داریم. خب اینجا منطقه جنوب گرما هم شدیده. الان تو چه فصلی هستین دارین شما کشت کرده بودین؟ الان دارین برداشت میکنین؟ چه زمانی کشتش کردین سبزیاتون؟ بعد از چله، یعنی آذر ماه. قبل از عید. بله، یعنی که اوایل دیما. نه. آره؟ این پرپین با ریحون داخل برج 12 کاشت.
آها. خب دوستان بعضی از گیاها رو در اول بعد از چله منظورشون شب یلداست رو میان کشت میکنن و بعضی ها رو در اسفند ماه. خب اونایی که زود به ثمر میرسن مطمئنا در ماه اسفند هستن مثل پرپین. و اینکه چه سختیایی داره؟ الان شما فرمودین که الان مونده و نبردنش، بازارش یعنی خوب نیست؟ نه. چرا؟ خیلی خرجش خیلی سم داره، کارگر داره، کود داره، بذر داره. خب مگه چجوریه؟ مگه دولت ازتون نمیخره اینا بذار تو بازار؟ نه دولت کامکاری خب بازار چجوریه؟ یکم برام توضیح بده چجوری اینا رو میفروشین الان؟ ما میکارن اینه بازار شیمرتو اینو میبینیم خیلی ها کاشتن بازارش افت میکنه. خب این دلیلش چیه به نظر شما؟ اینش شو بگم زیاد میکارن یه وقتی یا مثلا بار نمیره طرف کادرون هم الان سبزی دست اومده مال ما مونده. خب من فکر میکنم دوستان یکی از دلایلش همین باشه که متاسفانه هیچ مدیریتی در کشت کشاورزا نیست. آره اینکه حالا مثلا ایشون 1 هکتار 2 هکتار کاشته چطوریه و اینکه کسی نیست که این محصولی که وقتی به دست میاره رو به دست بگیره و اون رو به وارد عرضه به بازار بکنه. متاسفانه نداریم و این باعث میشه که کشاورزها به صورت خورد بفروشن اینا رو. دولت مثلا علاوه کشاورزی آدم داشته باشه، مأمور داشته بگیم مثلا امثال تو گرجه بکن، تو بادمجان بکن تا مردم خسارت نکنن، تو سبزی بکن، تو نعنا بکال، او ریحان بکاله، ای پیاز بکاله، ای گندم بکاله، تقسیم کنه. نه همه یه سالی میبینی مثلا شبت خوبه همه میگه شبت میکنه پاک بعدش خسارت میکنه همه ضرر میکنه زیاد میشه تو بازار. درسته. دوستان واقعا اگه بخوایم به حرف دل کشاورزا بشینیم گوش بدیم کلی صحبت دارن که وقتی که جلوی دوربین من و تو میشینن یادشون میره میخواستن چی بگن، اما من از طرف تک تکشون دارم میگم واقعا این که اگر مدیریتی باشه هم قیمت محصول در توی بازار پایین میاد، هم کشاورز خوشحال میشه، هم انگیزه برای کار پیدا میشه و همین که این گیاهای سبز هدر نمیره. در پایان این سفر سبز و معطر، نعنا این گیاه کوچک اما شگفت‌انگیز برای ما یادآور آرامشی بی پایان از دل طبیعت است. با برگ‌های سبز و عطر دلنشینش گویی سرودی به زمزمه در می‌آورد، سرودی از التیام، تازگی و زندگی. نعنا نه فقط بوته‌ای ساده است که پلی میان انسان و قدرت شفابخش زمین است، سبزی که خستگی ها را می زداید، جان را سبک می کند و ذهن را به سکوتی عمیق فرا می خواند. پس بیایید در هر نسیم معطری که بوی نعنا را با خود دارد یادمان باشد که طبیعت سخاوتمندانه هدیه های آرامش و سلامتی را برای ما فراهم آورده است. کافی است دل بسپاریم و سپاسگزار باشیم. تا دیدار دیگر با صدای زندگی و التیام از دل طبیعت.